بیخیال. بوت بهش میگفتم اگه هنوز هست از این. الان واقعا تنها آرزوم تو اون سکانس اینه که اون نیمکت رو رنگ کرده باشن. چه حالی میده. ابرو بالا. یه سوالی الان قبل بوتاکسه فکر کنم سکته کرده دیگه، هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. یه سرش کردی. تو همین سیستم نگرش داشتی دیگه، با همین لبخند با ادامه زندگی بره دیگه. کاش سرش پایین نگم. چه اتفاقی؟ شت آدم چشش انقدر خوشیده که سرش نمیدوست پایین که. گیریم فیلم نان نبود کانجرینگ، یه سکانس بود لنز رو میزد جی. اینه اینجوری بیرون نیاین دیگه. هالووین هم نداریم خب ما. ممنون از خانم نارویی، تشکر میکنم ازش. بعد دوستان هوادارهای او بلایر واقعا لباسای این مدل موجی 10 سالی از گذشته ها. هیچ کی این کار نمیکنه. جو بربوش شد. فاز چی میزنی؟ چی جدید اومده؟ والله